سلام به همه عشقای سینما. آمادین غرقه معمای جنایی پر از عشق، هیجان، خیانت و حسادت بشیم؟ امروز قرار درباره فیلم گرمای کشنده حرف بزنیم. یه فیلم با ستاره‌ای مثل جوزف گوردون، شیلین وودلی و ریچارد مدن قلباتون رو بلرزونه. داخل این ویدیو داستان فیلم رو بدون اسپویلرهای بزرگ براتون باز میکنم. چند تا نکته مخفی و جذاب رو میکنم و بهتون میگم چرا این فیلم باید تو لیست تماشاتون باشه. پس تا آخرش همراه من باشین و اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. فیلم گرمای کشنده ما رو میبره به یه جزیره دور افتاده و آفتاب سوخته توی یونان، جایی که گرمای هوا فقط یه چیزو پنهون میکنه: رازهای تاریک. داستان در واقع درباره دو تا برادر دوقلو که گیر یه مثلث عشقی خطرناک میافتن. حالا یک کارگاه مرموز به اسم مرد حسود با بازی جوزف گوردن وارد این جزیره میشه تا یه مرگ مشکوک رو بررسی کنه. اما چیزی که پیدا میکنه فقط یه جنایت ساده نیست، یه شبکه پیچیده از دروغ، حسادت و عشق ممنوع است. فیلم پر از مناظر خیره کننده یونانی، ولی این زیبایی فقط یه نقابه برای اتفاقای ترسناکی که زیر پوست جزیره جریان داره. فضای فیلم یه جوری شما رو یاد داستان‌های کلاسیک جنایی میندازه، ولی با یه چاشنی مدرن و عاشقونی که نمیتونین ازش چشم بردارین. به این قبل از هر چیزی به شخصیت‌های اصلی یه نگاهی بندازیم. اول از همه جوزف گوردون توی نقش نیک بالی، یه کارگاه خسته و آشوب زده که بهش میگن مرد حسود. اما چرا؟ چون انگار حسادت مثل سایه دنبالشه. جوزف با اون نگاه عمیقش توی نقش رو بازی کرده که انگار خودت داری توی ذهنش غرق میشی. بعدش شیلین وودلی رو داریم توی نقش پنلوپه، زنی که انگار قلب همه رو تسخیر کرده ولی رازهایی داره که نمیذاره بهش نزدیک بشی. و ریچارد مدن که نقش دو برادر دوقلو لو و الیاس رو بازی میکنه. این دوتا برادر انگار آینه هم دیگن، ولی یکیشون نور و یکی دیگه تاریکی. شیمی بین این سه تا بازیگر دیوونه کننده است. هر لحظه منتظری ببینی که کی به کی خیانت میکنه. در واقع اگه بخوام یه نکته بهتون بگم، اگه طرفدار سریال بادیگارد یا اتفاق بودین، بازی ریچارد مدن و شیلین وودلی اینجا حسابی شما رو غافلگیر میکنه. حالا بریم سر این موضوع که این فیلم چرا انقدر خاصه. گرمای کشنده فقط یه فیلم جنایی نیست، در واقع یه داستان خیلی عمیقه درباره حسادت و عشق. این فیلم در واقع از یه رمان کوتاه به اسم مرد حسود نوشته جو اقتباس شده. حسابی تونسته اون حس تعلیق و معما رو به تصویر بکشه. یه چیز جالب دیگه هم که توی این فیلم هست اینه که جزیره یونان توی فیلم انگار خودش یه شخصیت زنده است. گرمای سوزان، صخره‌های خشن و دریا انگار داره داستان فریاد میزنه. کارگردانش فیلیپ طور این فضا رو ساخته که حس میکنی خودت وسط این درام گیر افتادی. این فیلم در واقع یه سوالو توی ذهن شما روشن میکنه. اگه وسط یه مثلث عشقی گیر میافتادی و میدونستی یکی داره دروغ میگه، به کی اعتماد میکردی؟ این سوالیه که این فیلم از اول تا آخرش از تو میپرسه و تا آخر فیلم تازه به جواب میرسی. خب حالا چرا گرمای کشنده رو همین امروز باید به لیستت اضافه کنی؟ اول اینکه اگه عاشق فیلم‌های جنایی با پیچش‌های داستانی غیر منتظری، این فیلم مثل یه پازلی که تا لحظه آخر نمیتونی حلش کنی. و اینکه بازیگراش انقدر این فیلمو خوب بازی کردن که تو انگار داری یه تئاتر زنده میبینی. این فیلم درباره چیزایی که هممون باهاش درگیریم: عشق، حسادت، اعتماد، حتی گاهی هم اشتباهی که نمیتونیم درستشون کنیم. اینم بگم که توی فیلم یه سری سرنخ‌های ریز هست که اگه دقت کنی میتونی حدس بزنی که کی داره بازی رو میگردونه. یه تئوری باحالم هست که میگن مرگ توی داستان اصلا تصادفی نیست و یه نفر از اول همه چیزو برنامه‌ریزی میکرده. نظر تو چیه؟ نظرتو توی کامنت به هم بگو، چون که من خودم هنوزم گیجم. راستی اگه این فیلمو دیدی به هم بگو کدوم پیچش داستانی بیشتر تو رو شوکه کرد، ولی لطفاً اسپویلش نکن. خب دوستان عزیزم، این بود خلاصه گرمای کشنده، فیلمی که مغزتون رو همزمان تسخیر میکنه. امیدوارم این ویدیو بهت کمک کرده باشه که تصمیم بگیری این فیلمو ببینی یا نه. اگه موافقی که این فیلم میتونه یکی از بهترین ها باشه، یه لایک حسابی برام بذار. یادت نره که کانالمو سابسکرایب کنی تا بازم از این خلاصه‌های باحال براتون بذارم. توی کامنت ها هم بهم بگین که عاشق کدوم بازیگر این فیلم هستین: جوزف، شیلین یا ریچارد؟ یا شایدم شما هم مثل من عاشق معمای داستان شدید. مرسی که در اینجای ویدیو همراه هم بودین و تا ویدیوی بعدی مواظب قلباتون باشین که توی گرمای عشق نسوزه.
خدا نگهدار عشقای من. بای بای.